بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلسله دروس قاعده نورانی درسی 16 هم تمام شد. درسی 17 آغاز می شود. درسی 17 اجرای قواعد می باشم و ان شاء الله که کدام قواعدی که بسیار مهم بوده در درسای گذشته به آن اشاره شده و به شما بیان کردیم. باز هم چند قواعد برایتان بیان میکنم. اول، بعد از نون ساکن و تنوین اگر حروفی یرملون واقع شود، یا را، میم، لام، واو، نون. بعد از نون ساکن و تنوین اگر حروفی یرملون واقع شود، در اینجا ادغام صورت میگیره. نون ساکن و تنوین در حروفی یرملون ادغام میشود. درست است؟ این قاعده را فراموش نکنین. و همچنان اگر بعد از نون ساکن و تنوین 6 حروف حلقی واقع شود که همزه ها، عین، ها، غین، خا، در این صورت در نون ساکن و تنوین اظهار صورت میگیره. و اگر بعد از نون ساکن و تنوین 15 حروف عبارت از تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، این حروف اگر بعد از نون ساکن و تنوین واقع شود، در این صورت در نون ساکن و تنوین اخفا صورت میگیره همراه غنه. درست است؟ و اگر بعد از نون ساکن و تنوین حرف با واقع شود، در این صورت اقلاب صورت میگیره که نون ساکن و تنوین به حرف میم بدل می شود. این قواعد را فراموش نکنین. و نون میمی که مشدد باشه به اندازه الف غنه لازم و ضروری می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و همچنان مدها هم در درسای گذشته مختصر معرفی شد که بعد از حرف مد اگر حمزه در یک کلمه واقع شده باشه، مد متصل است، مد واجب است که لازم باید در آن مد شود. اگر بعد از حرف مد حرف مشدد واقع شده بود، امر مدی لازم میگوید که باید در آن هم مد شود به اندازه 3 الف. جیم زبر جا، زا الف زبر زا، الف مد زبر زا، همزه دو زبر ان، جزاء، وقفا جزاء. بارها تکرار شده که دو زبر در حالت وقف به الف تبدیل می شود. همزه لام زبر ال، میم زبر ما، لام استاد مد زبر لا، همزه زیر ای، کاف زبر کا، تا پینشتو، الملائکتو، همزه نون زیر این، نون الف مد زبرنا، اینا. ببینید نون مشدد به اندازه الف غنه، اینا. همزه عین زبر اع، طای زبر طی، نون الف زبرنا، اینا اعطینا، طا مفخم. ببینید مد منفصل است که بعد از حرف مد که الف است همزه واقع شده، اما همزه در دیگه کلمه است. مد منفصل. همزه زیر ای، لام یا زبر لی، نون الف زبرنا، نون الف مد زبرنا، الینا. همزه زیر ای، یا الف زبر یا، با زبر با، ها میم پیش هم، ایابهم. خا یا زبر خی، را الف دو زبر رن، خیرن، یا زبر یا، را زبر را، هجب پینشه، یراه، وقفا یراه. و همچنان قسم هم خوانده می شود. خا یا زبر خی، را یا دو زبر ری، این قسم هم تلفظ می شود. و این قسم هم خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن، یا زبر یا، را زبر را، هجب پیشه، و در حالت وصل خیرا یراه ادغام می شود. بعد از تنوین حرف یا آمده، یا از حروف یرملون است، ادغام هم رای غنه. شین را زبر شر، را الف دو زبر رن، شرن، یا زبر یا، را زبر را، هجب پیشه، شرا یراه، وقفا شرا یراه. میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، تا الف دو زبر تن، میقاتا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، میقاتا یوم. فا زبر فا، میم یا زبر می، یا عین زبر یع، میم لام زبر مل، فمن یعمل. یا واو زبر یو، میم زبر ما، همزه زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن. یا صاد زبر یص، دال پیش دو، را نون پیش رن، یصدرن، نون الف زبرنا، سین پیش سو، یصدر الناس، نون مشدد، یومئذ یصدر الناس.
ميم نون زير من يا هم ميم را زير مر را با زبر رب با زير بين كاف زبر ك من ربك را مفخم ادغام میشه. ببینید نون ساكن در حرف را ادغام میشه بدون غنه. اگر بعد از نون ساكن و تنوین حرف اللام و را واقع شود ادغام میشود اما بدون غنه. و اگر حروف یمنو یا میم نون واو بعد از نون ساكن و تنوین واقع شود هم ادغام میشه هم غنه هر دو. را زبر را سین واو پیسو لام دو پیشلون رسول وقفا رسول. خب ميم زير مي نون لام زبر نل لام استاد زبر لا هازيره من الله يهم را زبر را سين واو بيسو لام ميم دو بيش لم رسول ميم زير مي نون لام زبر نل لام استاد زبر لا هازيره رسول من الله اسم الله بور ما قبلش زبرس من الله صاد بيسو حا بيشحو فا ألف دو زبر فن صحفا يا فا ميم دو زبر فم هر دو قسم تلفظ می شود. فا ميم دو زبر فم صحفا ميم پیشمو طه زبر طه ها زبر ها را زبر را تا دو زبرتن صحفا مطهرة صاد فا زبر صف فا ألف دو زبر صن فا ألف دو زبر فن صفا لام ألف زبر لام يا زبر يا تا زبرتا كاف لام زبر كل لام زبر لا ميم واو بيشمو نون زبرنا لا يتكلمون قاف بيشقو لام واو بيشلو با يا دو بيش بوي قلوبوي يا واو زبر يو ميم زبر ما همزة زير اي ذال دو زير ذن يومئذ يا هم قفتمي تونم كذال واو دو زير ذو يومئذ واو ألف زبر و جيم زير جي فا زبر فا تا دو بيشتون قلوب يومئذ واجفة